سلام به همه شما دوستان عزیز. امروز میخوام یک چیز رو در فتوشاپ حذف کنیم. یک عکس رو باز کردیم، با کلیک راست زدن روی این ابزار منجنتی کلاس تول رو انتخاب میکنیم. دور شکلمون رو دورباری میکنیم و اگر انتخاب نشد کنترل اینتر رو میزنیم که به حالت انتخاب در بیاد. دیلیت رو میزنیم و اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید از شکلمون حذف شد. حالا اگر این جوری شد، این خطای اضافه چیز شد، میتونیم با زدن کلید اسک اونا رو از بین ببریم. حالا برای که طبیعی تر به نظر برسه، دوباره دور شکل دورباری میکنیم، دیلیت رو میزنیم، اوکی رو میزنیم و همونطور که میبینید انگار اصلا هیچی اونجا وجود نداره. حالا این رو میخوام حذف کنیم. دور شکل رو دورباری میکنیم، دیلیت رو میزنیم و اوکی رو میزنیم و همونطور که میبینید یک قسمت از اینجا موند و باید دوباره دورباری کنیم. دیلیت رو میزنیم، اوکی رو میزنیم و همونطور که میبینید انگار هیچی در شکل وجود نداره. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.